ترانزیت ژوپیتر از ساین کنسر برای رایزینگ لئو. برای شما لئو رایزینگ ها این ترانزیت توی خونه 12 اتفاق میفته. خونه‌ای که مربوط به از دست دادن ها، سرمایه گذاری، کارهای خیر، سفرهای طولانی یا سفرهای دور هستش. بعضی از شما شاید در حالتی باشید که چالش های عمیق و جدی رو پیش رو داشته باشین، از نظر روحی یا از هر نظر. اما این ترانزیت میتونه به شما کمک کنه که از پس این سختی ها و چالش ها بر بیاید، اونها رو پشت سر بگذارین و بتونین پروندهشون رو ببندین. انگار که براشون یه راه حل پیدا بکنین، چیزی که قبلا به ذهن شما نرسیده باشه یا پیش روی شما قرار نگرفته باشه. در واقع میتونیم بگیم که یک مسیر معنوی رو طی بکنید و درس‌های معنوی و روحی زیادی رو گرفته باشید و به اون راه حل برسید. این ترانزیت از مهر 1404 تا تیر 1406 زمان میبره. پس این سفر درونی برای شما هم میتونه در طی این زمان اتفاق بیفته. ممکنه سفر به کشورهای دور برید، ارتباط با کشورهای خارجی، آدمهای خارجی پیدا بکنید. ممکنه برای سفر هزینه بکنید یا هزینه‌تون افزایش پیدا بکنه. البته باید بدونید که در کل این زمانی که گفتم ترانزیت سیاره ژوپیتر روی ساین کنسر اتفاق نمیفته و تایم های هم هستش که این سیاره به ساین جمنای و در ساین لئو هم ترانزیت میکنه. ممکنه در جهت یک سرمایه گذاری شما هزینه بکنید یا کارهای خیریه انجام بدید. هزینه هاتون افزایش پیدا بکنه اما برای یک آینده ای باشه، برای یک سرمایه گذاری روی آینده باشه. در رابطه با این تحلیل چند تا مورد هستش که شما باید بهش توجه بکنید. اینکه آیا در داشا یا آنتراداشای ژوپیتر هستید و دوم اینکه ژوپیتر توی چارت شما چه شرایطی داره و سوم اینکه در خانه 12 چارت شما چه سیاراتی هستن. اگه در مورد این سه تا گزینه سوالاتی داشتید میتونید توی کامنت ها ازم بپرسید.